نخ به نخ این پارچه حاجت داده، خیلی حاجت گرفتن. این پارچه بوده که خود امام حسین بسته به پای مادر شهید. چه بویی داره، چه عطری داره. این خونه‌ای که داریم میریم خونه خیلی عجیبه، خونه شهید محمد معماریان، خونه‌ای که علما با این داستانی که میخوام براتون توضیح بدم مات و مبهوت موندن. اگر سرطانی دارید، اگر بیمار دارید، اگر بیماری لاعلاج دارید، اگر مشکلات روحی روانی به هر دلیلی دارید، اگر خدایی نکرده مشکل بچه دار شدن دارید، حتما این پوستر رو ببینید. داستان از این قراره که مادر شهید محمد معماریان که در استان قم زندگی میکنن 37-8 سال پیش دچار یه سانحه‌ای میشه و پاشون میشکن و توی خواب شهید محمد معماریان یه پارچه رو به نیابت از امام حسین میاره و به پای مادرش میبنده و وقتی از خواب بیدار میشه میبینه که این پارچه‌ای که توی خواب پسرشون به پاشون بسته بود در واقعیت هم، یعنی در بیداری هم، به پاش بسته شده. این خبر وقتی در سطح شهر قم پخش میشه، آیت الله گلپایگانی یه تیم رو میفرسته که بیان صحت این موضوع رو پیدا بکنن. این داستانی که قراره الان بشنوید توسط آیت الله گلپایگانی لنکرانی و مقام معظم رهبری هم تایید شده. بخشی از این داستان از زبان خود مادر شهید بشنویم. این داستان این پارچه رو به ما بگین. پارچه من سال دوم زنی محمد سال 65 شهید شد. عاشورای 68 بود که من خورده بودم زمین، پام شکسته بود، قلم پام ترکیده بود. ما رفتیم اول پیش حاج محمد شکسته بودم، پامونو بستیم، بعد پام آروم نشد، رفتیم عکس انداختیم. آقا بیمارستان گفتن شما باید پاتو گچ بگیری. گفتم من پامو گچ نمیگیرم. شب عاشورا من خواب دیدم که توی مسجد المهدی روبرو صدا و سیما، همین بلوار امین هستم، محمد پایگاهش همونجا بود، از اونجا رفت جبهه. وقتی که اونجا هستم و میگن دارن شهدا میاد، داره یه دسته میاد، رفتم جلو دسته، دیدم دسته بچه های شهدا هستن دارن میان بالا. سعید آل طاها جلوی دسته داره نوحه میخونه، بچه ها دارن جواب میدن. گفتم سعید آل طاها که شهید شده چطور تو دسته؟ اینقدر که شناختم سعید شهید شده، دیدم پسر خودم هم بغلشه. یعنی تو خواب برام یقین شد که اینا فرد عادی نیستن، شهدا هستن دارن میان. اپله ها اومدن بالا، اومدن جلو محراب وایسادن، بنا کردن به سینه زدن و نوحه خوندن. منم از طرف زنونه رفتم بالا بغل پرده وایسادم. یه وقت محمد دور جمعیت دور زد، اومد جلوی من، دستشو انداخت گردن من، بنا کرد منو بوس کردن، منم محمدو بوس کردم. گفتم ماما خیلی وقت ندیدم، چه بزرگ شدی. سرشو از تو سینه من برداشت، آزادیان اومد جلو، اونم شهید شده. گفت حاج خانم خدا بد نده. محمد گفت مامان من مریض نیست. مامان اینا چیه زیر دستت؟ گفتم چیزی نیست مادر، چند روزیه پام درد میکنه، دارم با اسارا میرم. گفت مامان چند روزیه ما رفتیم کربلا، از ذریح امام حسین یه شال سبز من بر شما آوردم. من میخواستم دیدن شما بیام، آزادیان گفته صبر کن با هم بریم. این شده که به اتفاق همگی اومدیم رفتیم زیارت مرقد امام. گفتیم امروز روز عاشوراست، بیایم اینجا زیارت نما عاشورا رو با آسد جعفر حسینی بخونیم، شما رو اینجا ببینیم و بریم. دستاشو باز کرد، از روی صورت من کشید تا مچ پا، نشست زمین. این باندا و پنبه ها که حاج محمد به پای من بسته بود همه رو باز کرد، گذاشت زمین. شال سبز صورت یک نوار بیشتر نیست، اینو بس دور مچ پای من. گفت مادر برو تو زیر زمین دیگاه امام حسین رو بشور، یه مقدار پاتم که درد میکنه عضله پاته، شما استخون پات سالمه. من از خواب بیدار شدم، دیدم واقعیت که به خواب به بیداریه. باندا همه باز شده، ریخته رو دوشک، شالم بسته شده به مچ پای من. من پا شدم وایسادم، گفتم من که چشمم لیاقت دیدن آقا نبوده، داده به دست محمد ببینم من اصلا پام خوب شده یا نه. وقتی پا شدم دیدم پام اصلا درد نمیکنه. از بالا اومدم پایین، شروع کردم به نظافت کردن، داشتم سماور رو می‌ذاشتم زمین. حاجی با برادراش از بالا اومدم پایین، اونم بچه شهید شده، 2 تا پسرم شهید شدن. به یه تعجبی به من نگاه کرد، گفت خانم چرا داری رو پات را میری؟ مگه به شما نگفتن رو پات را نرو؟ پات لیزابه میکنه. حالا میخوام بهش بگم دیگه نمیتونم، فقط اشاره‌ای بهش کردم، گفتم حاجی پای من خوب شده، اینم نشونه است که پای من خوب شده، محمد اومده، فقط زود باشید صبحانه‌تون رو بخورید. من امروز نذر کردم برم مسجد بر آقا کار کنم. هر کجایی که من قدم ور می داشتم بو عطرش همه ساختمون رو گرفته بود.
رفته بودم تو ماشین، رفته بودم تو مسجد. وقتی تو مسجد صحبت کردم تو سطح سر ولو شد، فرمانداری فهمید. فرمانداری گفتن اگر یه همچین چیزی حقیقت داشته باشه آقای گلپایگانی از همه علم‌ترن، آقا باید تایید کنن. 12 محرم بود که آقا خودشون متوجه شدن. آقازادهشون آسد باقر رو با آقای لنکرانی گفتن برید منزلشون از نزدیک ببینید، بعدم بهشون بگید بیان اینجا ما ببینید. خیلی آمدن اونجایی که من شفا گرفتم، نماز خوندم، ولی هیچ کس به اندازه آقا بیشتر متوجه نشد جریان چیه. همین که من نشستم پای تخت آقا، شالو گذاشتم رو تخت آقا، فقط آقا میذاشتن رو چشمشون، میذاشتن رو قلبشون، میگفتن بوی حسین آمیده. به آقازادهشون گفتن شما برید تربت منو بیارید، من میخوام مقایسه کنم. وقتی تربت رو آوردن آقا تا 3 مرتبه گفتن این شال با این تربت هر دو یه جا آمده. بعد گفت فکر نکنید این تربت معمولیه، این تربت مال زیر جسد امام حسین، مال 1400 سال قبله، مال قتلگاه سید الشهدا، به دست علما به علما گشته تا به دست آقا رسیده. ما به واسطه خون شهدا مقداری از این تربت هم به دست ما رسید. آقا گفتن شما نیم سانتشو به من بدید، من به جاش تربت به شما میدم. گفتم آقا مال شما، من که لیاقتی ندارم یه همچین چیزی تو دست من باشه. آقا گفتن اگر قرار بود خدا منو انتخاب کنه شما رو انتخاب نمیکرد. خدا خواست خانواده شهدا رو انتخاب کنه و به خانواده شهدا بفهمونه اگر خون شهدای کربلا از بین رفت، خون شهدای انقلاب هم از بین میره. حالا هر که هر کار بکنه دهنکجی به خودش کرده. خدا شهدا رو خرید، شهدا خوب جایی رفتن. گفتم آقا دعا بفرمایید، خیلی مردم گرفتارن، از راههای دور و نزدیک مرتب دارن میان برای آجی. گفت حاج خانم من کارم دعا کردن، شما تربتی که من به شما میدم مقدارشو بریزید توی شیشه آب، نیم سانتم از این شال قیچی کنید بندازید تو اون شیشه آب، از روی این تربت از روی این شال بدید به اونایی که دکترها جوابشون کردن، اونایی که بچه دار نمیشن، اونایی که مشکلات ازدواج دارن، مشکلات خانوادگی دارن، مشکلات اخلاقی دارن، مشکلات مالی دارن، فرقی نمیکنه. هر کس به نیتی احسن از تربت سید الشهدا درست استفاده کنیم، گره هایی که به دست هیچ کس باز نمیشه ان شاء الله به دست آقای امام حسین باز میشه و ما هم همین کارو کردیم. یه رو درونی 35 ساله این شال به دست شهید اومده، هزارها تا حالا شفا گرفتن، نزدیکش 700 تا شاید هم بیشتر باشه که کمتر نیست، فقط بچه به دنیا آمده. از اینایی که رفتن کاشتن 2 دفعه 3 دفعه ولی بچه دار نشدن، اومدن آب تربت دادن، زن و شوهر آب تربت خوردن، خدا بچه بهشون داده. الان خیلی از بچه ها مرد شدن دیگه، ماشاءالله. چون دیگه الان 35 سال یه رو درونی از این آب تربت بردن استفاده کردن و به لطف حضرت زهرا بچه هاشون به دنیا اومدن. حالا چقدر سرطان شیمی درمانی شدن که الان با اونا خوب نشدن و تربت سید الشهدا، چقدر تا حالا ناراحتی‌های کلیه، چقدر اینا که تو کما بودن. اینم شادی است که وقتی پلو آقا رفتیم آقا گفته به هیچ وجه نباید دست بهش بزنید، شما میتونید درشو باز کنید فقط بو کنید ببینید بوش مال 35 سال پیشه، این بو مال 35 سال پیشه. بله. بعدا هم آقا گفتم بعدها مشخص میشه از کجا اومدین خونه معماران آب تربت گرفتید انشالله برای حاجت. این یه توصیه‌ای داره که آیت الله گلپایگانی گفته بود که اینو باید 7 روز پشت سر همدیگه 2 قاشق مصرف بکنید. اینجا طریقه مصرفشو گذاشته، اومدین خونه شهید معماریان حتما اینو بهتون میگه. چرا 7 روزشو ما نمیدونیم، حتما یه سری داخلشه. ان شاءالله بیاین اگر حاجتی دارید، اگر مریضی دارید، اگر گرفتاری دارید اینو بگیرید مصرف کنید، ان شاءالله رفع میشه. اینجا خونه شهید تربت آقا عبدالله الحسین، همه علما اینو تایید کرده بودن، همه علمای اون پارچه رو تایید کرده بودن، آیت الله های بزرگی اون پارچه رو گرفته بودن دستشون و گفته بودن این بوی امام حسین میده. این پارچه بهشتی بود، این آب خیس شده از همون پارچه است و تربت قطعا حاجت میگیره.